رادیوی فرهنگ گفتارهای خود را ادامه می‌دهد. السلام علیکم شنوندگان ارجمند، در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار 30 از رمان تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهساد هیجا. مرحمت گوش کنید. و فاشیستان گرمانیا اول پولشا را فتح کردند و بعد پای در پای دانیا را در 1 روز و گلندیا را در 5 روز و بلژیک را در 19 روز و فرانسه را در 44 روز و نروژ را در 63 روز زدند و گرفتند و سپاه و سلاح نیمیز در تمام دنیا نام برآورد و مشهور و ورد زبانها شد که آنها شکست خورد گفتنی گپ را نمی دانند و هیچگاه در هیچ جا مغلوب نمی شوند و خودشان هم باور داشتند که همیشه در همه جا و در همه گونه شرایط غالب هستند و سرمست غلبه ها شک و شبهه‌ای نداشتند که SSSR را هم با یک حمله برقوار فتح خواهند کرد. و نشستند و نقشه جنگ و پس از جنگ را کشیدند. بنا بر نقشه بربروس SSSR یک اتفاق نااستوار و ساخته است که از خلق و قبیله های بسیار زورن فراهم آوردند و هر یک آنها دین و آیین و خصلت و عادت دیگری دارند و یک مخالف دیگری است و در روز اول حمله و هجوم تیتو پاره و پراکنده می شود و از هم فرو می ریزد و در مدت 5 ماه و اگر بسیار طول کشد در 6 ماه غلبه به دست می آید و جهان متمدن از خف مرگاور بلشویزم خلاص می شود و از حکومت شوروی نام و نشان باقی نمی ماند و مقصد فقط ضبط کردن مسکو و لنینگراد و قفقاز و آسیا میانه نیست، بلکه مقصد نیست کردن خلق هاست و از آن خلق ها هر قدری که باقی میماند تنها یک وظیفه دارد، در کارهای چرکین به منفعت صنعت و اقتصاد گرمانیا خدمت کردن است. و نقشه اوست پیش بینی میکرد که کمونیستان و کمسمولان را اسیر نگیرید، دیدید و یافتید در جایش نگیتیر بکنید و پیش از همه یادگاری های تاریخی و ملی را نیست و نابود بکنید، زیرا که یادگاری ها ملت را زنده نگاه می دارد و آنها را نیست و نابود بکنید. در عمر 1-2 نسل آینده ملت هم می مرد و در 25-30 سال من بعد از خاک شوروی امروزه 120-140 میلیون ساکنش را کشته و یا کوچانده به جای آنها نیمیس ها را آورده ماندن لازم است و گرمانیا با اتفاق و مدد ایتالیا، ونگریا، رومانیا، فنلاندیا، خرواتیا، اسلواکیا لشکر کشید و جنگ آدم و автомат و تانک و توپ و مینامیوت و سمالیوت و ورتالیوت در گرفت و پراندند و ترکاندند و سوزاندند و پاست ها و کازارمه ها و ستاد ها و زواد و فابریک و کان ها و دهه ها و شهرها به کام آتش رفت و پل ها و راه ها و لوله های آب شکست و جر و جوش شد و بتالیون پیاده‌گردی که به محاصره افتاد و عقب نشینی میکرد که راه به سلامت برد در کنار رود ایستاد و رود آرام جریان و سیرآب و چقور بود و کمبد در اندیشه افتاد که اسباب و سلاح
و بار و بون و بیماران و زخمداران را چی طور از رود بگذراند و در پیش و اطراف درخت و بوته نبود و فقط یک خانه در بلندی می نمود و صاحب خانه ماریا ایوانونا کمپیر قامت خمیده با چوب دست تکیه کنان آمد نزد عسکران. از کجا می آیید؟ به کجا می روید؟ از رود آن طرف گذشتنیم، جواب داد کمبد. دشمن تعقیب می کند. در همین نزدیکی ها پلی هست؟ نیست. همه‌اش را بمب زدند. از آسمان زدند. چوب و درخت هم نیست. بی پول اسباب و انجامتان را گذرانده نمی توانید. تگش چقور، ساحلش بلند. و نبیری کمپیر آمد. بچه 9-10 ساله. یک راهش هست. کمپیر طرف خانهش نگریست. چوب‌های خانه را کنید و پول سازید. ما که فاشیست نیستیم، غرینگید کمبد. فاشیست نیستید که چوب خانه‌ام را می دهم. و در لنینگراد آموزشگاه ارتیلری را بستند و کورسانت‌ها باید به فرانت بروند و به کورسانت‌های سال 3 و 4 رتبه حربی دادند و خالمراد رتبه لیتنانتی گرفت و برادری کلانش میرزا مراد با کدام راهی فقط به خودش معلوم به او پیغام رسانید که دادر به جنگ نرو، گریز، اگر کارت برار گیرد با راه کشکه و ترمیز به افغانستان گذر. در آنجا آدمانی معتمد هستند. آنها تو را به واسطه پاکستان به نزد من به مکه مکرمه میفرستند. اگر کارت برار نگیرد و دستگیرت کنند هیچ قصه نه، حبس میکنند. در حبس نشستن بهتر از آن است که به جنگ روی و برای بلشویکانی بی دین و بی مروت و خونخوار جان عزیز به قربان بدهی. خود میرزا مراد پسر کلانی عزیز مراد پس از آن که پدرش را دشمنی خلق کردند از راه 5 پایان به افغانستان فرار کرد و بعد به پشاور رفت و 1.5 سال پس از زیارت خانه خدا او را به شهر مکه مکرمه برد و در همانجا ساکن شد و دیرتر امامی یک مسجد را به او سپاریدند که یک روزگار سیر و پوری داشت و خالمراد و خواهر کلانش مرادگل به شهر بخارا به حولی عمه‌شان رفتند و مرادگل در مکتب روسی خوند و خالمراد را به صغیرخانه 4 جو دادند و اینها با میرزا مراد رابطه نداشتند و در کجا بودنش و چی کار کردنش را نمی دانستند و این پیغام برای خالمراد خیلی ناگهانی بود. وی به این پیغام بیاری شبه انگیز جواب دهانی داد. برادرمان زنده و برحیات بودند، عمرشان دراز بود، اما من در وطن خودم هستم. خطر به سر وطن آمده است. من برای حفظش جنگ رویارو خواهم کرد. در جنگ با صداقت نام پدرم را سفید خواهم کرد. و خالمراد به فرانت رفت و در SSSR پیر و جوان یا به فرانت رفتند و یا برای فرانت کار می کردند و در 47 روز اول جنگ در تاجیکستان 6000 جوان مرد و مردان میان سال و زنها عریضه نوشتند و به کمیسریت های حربی آوردند که ما به جنگ می رویم، ما را به فرانت فرستانید. و 32 نفر آنها آدمانی بودند که مهر پدرش دشمنی خلق داشتند و از این باعث تحقیر می دیدند و مورد رسیده بود که آن داغ‌های سیاه را بشویند با خون و نام پدرشان را سفید بکنند که آنها دشمن نبودند بلکه دوستان بودند که با تهمت ناحق گرفتار شدند و خود را از زیر بار تحقیر خلاص بکنند و 17 نفرشان از جمله جوان مردانی بودند که در اداره های دولتی منصب و در جامعه موقع داشتند و مردم را دعوت می کردند که وطن مادر را حمایه بکنند و قرض فرزندی به جای بیاورند و حریفان حسود طعنه به آنها می زدند که هوای دهنند، دعوایشان دروغ است وگرنه خودشان برای چی به فرانت نمی روند و آنها
تعجیل داشتند که زودتر به فرانت بروند و به چشم حسودان نشان بدهند که دل و زبانشان یک است. و 120 میلیون سوم پول جمع کردند و به خزینه فرانت دادند که تانک و سمالیات سازند برای جنگاوران و لباس و پوست و پشم و گوشت و گاو و گوسفند گرفتند از مردم و به 151 واگن بار کردند و تحفه فرستاندند به عسکران و ولایت استالیناباد به دستگیری و یاری برای جنگ زدگان بلاروسیه و اوکراین 1677 گاو و 7491 گوسفند و بز گرد آوردند و به کاروان واگن‌ها بار کردند و راه آهن برد به شهر و ده‌هایی که احتیاج داشتند. و در راه گومل فاشیستان ساکنان 3 خوتر همسایه را غون آوردند و با پاسبانی یک رات سپاهی براه انداختند و پاده بر این رانده بردند به مرز یک اورگ دراز و صف کشاندند و فرمودند که چاه بکنند، از قد آدم بالا بکنند و طولش 100 متر و برش 1.5 متر باشد و چاه را کندند و تیار کردند. فاشیستان فرمان دادند که صف و جمع به چاه درآیند، فقط 20 مردی با قوت بیرون ایستند و مردم به چاه فرآمدند و آنهایی را که تأخیر کردند با پاشنه اتومات زده و تیله داده درون پرتافتند و 20 مرد بیرون را فرمودند که از بالای مردم زیر چاه خاک گردانند و چاه از خاکی پر شد و داد و فریاد را فرو برد. اون 20 نفر را پراندند و 100 متر خاک سری وادی اورک 3 روز بیست جنبید و در میدان کلان شهر سیواستوپول ورقه در دیوارها چسباندند. 10 گانه ما که دشمن دیویزیا گمان می کند و این 10 گانه پیانیران 12-13 ساله بودند که از 10 جمهوری اتحادیه شوروی در استراحتگاه ارتک دم می گرفتند و در همین جا شنا شدند و در همین جا دیویزیا تشکیل دادند. کماندیر ولادیمیروف روس، از سوار زاییروف قزاق، تانکیست بوربونیس لاتیش، طبیب مولوکیان ارمنی، لьотчик اوخوندوف آذربایجانی، بهرنورد پترینکو اوکراین، ارتلریست حبیبوف تاجیک، پولمётчик پیرمقولوف ازبک، разведчик алихно белорус، مینایوب کوسبرگ استونی و شبانه 1 نفری و 2 نفری از استراحتگاه بیرون برآمدند و در راه ماشینگرد غون آمدند و یک ماشین بارکش راهگذر را نگاه داشتند و گفتند که به سلوت پیانیرو می روند. سلوت فردا سر می شود و اگر حاضر نروند دیر می مانند و راننده سوارشان کرد و با راه کوهی صابون به سیواستوپول آمدند و با جستجو اولین اداره کمیساریات حربی را که دیدند به همان جاده آمدند و طلب کردند که دیویزی آنها را فوراً به فرانت بفرستند و نوبتدار کمیساریات خندید. فرانت جایی نیست که هر کس با اختیار خود رفتن گیرد، ترتیبی دارد و اندک به اندیشه رفت که این کودکان در این شهر کلان سرگردان می شوند و راه نشان داد که روید به مکتب 61 در کنار شهر، از اینجا چندان دور نی، دعوتی ها در همونجا جمع می شوند و شمایان یگان مصلحت می دهند، یاری می رسانند و دیویزی دوستان رفتند، مکتب را یافتند و یک کاپیتان و 2 سرژانت را دیدند که گرد میز کهنه یک دسته کاغذ سفید را تگرو و حساب و شمور می کنند و کاپیتان به آنها گفت که روید به خانه هاتان، کلانتر شوید، بعد دعوت می کنیم. امشب در همینجا در آشانی دویم روی درش صنف 7 نوشتگی مطرس دارد، دم گیرید و خوب روید، فردا راه خانه‌تان را پیش گیرید. و فردا در همان گذر
جنگ شد. فاشیستان ناگهان پیدا شدند و پران کرده می آمدند و قصدشان گرفتن بینای مکتب بود و کاپیتان بچه ها را 2 دسته کرد و 5 نفری به 2 سرژانت سپارید و 5 تیره و تیردان و گرانات داد و در 4 برج بینا طور جابجا شدند که 4 طرف مکتب نمایان باشد و فرمود: هوشیار باشید، هر فاشیست را بینید پرانید. و خود کاپیتان در آشان یکم شینک گرفت و صدای تیر تا رفت به بینای مکتب نزدیک می آمد و 1 نیم ساعت پس کاپیتان فاشیستان را دید. آنها 15-16 نفر بودند که 2 سلاح سر دست نشان گرفته گاه تیر پرانیده از رو به رو و از 2 کنج کوچه می آمدند و به دروازه مکتب رسیدند و خوب ذهن ماندند و 1 نفرش به طرف تیریزه های آشانی دوم 1 نوبت تیر زد. از درون جوابی نآمد و آنها دلیر شدند و 4 نفرشان کتف به کتف دروازه را گشودند و به درون می درآمدند که از آشانی یکم و دوم صدای تیر برآمد. تیرپرانی بردوام و فاشیست ها به زمین خوابیدند و صدای تیر که خاموش گردید 1 فاشیست خسته گریخت و 3 تای دیگرش نخستند، به خوابی ابد رفتند و چند لحظه نگذشته فاشیستان از 3 جانب در و دیوار مکتب را تیرباران کردند و از درون مکتب با تیرپرانی به فاصله جواب می دادند و 3 ساعت جنگیدند. یکی از سرژانت ها از کتف راستش تیر خورد و فاشیست ها قربانی دیگری دادند یا نه معلوم نبود، ولی عقب نشینی کردند و 1 یا 2 ساعت پس فاشیستان از نو پیدا شدند و این دفعه قریب 30 نفر بودند و 2 بار حمله آوردند که بنا را گیرند، ولی هر دفعه تلفات داده پس می گشتند و کاپیتان هلاک شد و زائر و بوربونیس جراحت های وزنین برداشتند و دیویزی دوستان 17 شب و روز سنگرشان را ترک نکردند و 13 حمله فاشیستان را زده گرداندند و 8 نفرشان به شهادت رسیدند و 2 نفرشان با همراهی سرژانت جنگ و مقاومت را دوام می دادند و 17 شب و روز کمپیرکان گذر شبانه یا روزانه پنهانی برای آنها نان و آب بردند و فاشیستان با گمان آن که در این بنا عسکر و افسر بسیاری هست از آسمان بمب پرتافتند و مکتب را ترک کردند و دیویزی دوستان در حفظ وطن جان دادند ولی به دشمن تن ندادند و اردوی سرتاپا مسلح فاشیست در بلاروسیا در محله های محل گروستینیц و مسیوکوشینا اهالی را برآوردند به صحرا و تقسیم کردند به گروه ها. هر یک گروه 200 زن و مرد و پیر و نورس و 10 فاشیست کماندار به سر هر یک گروه پاسبان و پیشانداز کرده میبرند به لب راه و واتی زمین و از کاغذهای دستش میبیند کماندیرشان نقشه را که در کجاها مینه ها خواباندند و گراندند و حی میکنند آدمان را مثل رمه به همانجا بروی مینه ها و ضرب پا و وزن آدمان میترکند مینه ها و پاره پاره میشوند مرد و زن و کودک و فاشیستان لذت میبرند از تماشای آن و هر کسی که بروی مینه پایش نرسید و زنده ماند میداشتند و سرش بنزین میریختند و میسوختند و همان هفته در همان محل ها 18,000 ساکن این دیار را کشتند و سوختند و الحال فاشیستان دست بالا بودند. شهر از پس شهر، دیه از پس دیه ضبط می کردند و 100 کیلومتر و 150 کیلومتر درون خاک SSSR در آمدند و تنبه به پولک آمیخته زور آمد. پولک جنگ‌های مدافعی می کرد و زینه به زینه عقیب می گشت تا که در یکان جای موافق سنگر بگیرد و آمدن قوه های نو را
انتظار بشود. و عقب نشینی چندان آسان و مرتب دست نمیداد. در اثر حمله های هوایی و زمینی دشمن علاقه با باتلیون ها و باتری ها دشوار گردید و کماندری پولک یک نفر یفریتر را سپارش داد که به بلندی آن طرف باطلاق بیرو. درون جنگل پنهان شو، علاقه را منظم نگاه دار. و یفریتر غلطک سیم در دست و رادیو علاقه در تخت پشت و افطمات در کتف دوان و گوک کشان رفت. از باطلاق گذشت، به بلندی برآمد و اندرون بوته های انبوه در آمد و علاقه را برقرار کرد. و نیم ساعت نگذشته بود که صدای مسلسل تیر بلند شد و سیم تلفن را یگان 5-6 قدم دورتر از او قرد برید و همان لحظه پرو به زمین افتید. درد سوزانی از بین سینه و گلویش گذشت و هر دو دستش شلها شد و از دل گذران که تا به سیم رسیدن از هوش نروم. و دلغیج به سیم رسید و با لب و زبان لمس کرد و دو نوک سیم را با گرداندن با زبان نوع کرده زیر دندان آورد و سخت گزید که پیوست شود و از هوش رفت و سیم تلفن بسته و رشته عمر او کنده شد. و سپاهی فاشیست امیل گولتز برای تاریخ روزنامه می نوشت و در دفتر غوث با شماتت قلم کشید. به هر دهه‌ای که می درایم من آدمان را بینم دستم می خورد. دلم می خواهد که تپانچه را از غلاف بیرون کشم. این توده مردم را که گوناگون سال و گوناگون لباسند نشان گیرم و از یک لب پرانم حلاوت برم. ما بازی به بازی گرانات دستی را می پرتاییم به خانه های استقامتی. خانه ها همش از چوب، زود در می گیرد، انگه می زند. انگی آتش به خانه همسایه می گذرد، اینش هم می سوزد، زبانه می کشد، به خانه دیگر می رسد، ویش هم آتش می گیرد. کیف! منظری که تماشای بهتر از آن نیست. ساکنان خانه ها می گریند، ما به گریه آنها با ذوق می خندیم. و انجینیر زاسلاوسکی در کان انگیشت یک دسته خرد عبارت از 3 نفر انگیشتکن پنهانکاران را تشکیل کرد و بمب ساخته به آنها می داد و آنها بمب ها را می بردند به کان، به لایابه انگیشت می جولاندند و به واگن ها پر می کردند و فاشیستان می بردند این انگیشت را برای سوزشواری پایستا و در راه ها انگیشت بمب ها هنگامی به آتشخانه لوکوموتیو پرتافتن می سوخت و می ترکید و پاییز که لوازمات حربی داشت از راه بیراه می شد، چپه می گشت و در 18 روز 43 پاییز با تانک و توپ و تیر و دارویش که به فرانت باید می برد در راه ها ترکید و سوخت و به جر و جو افتید و نابود شد. و زاسلاوسکی به طرف برلین نگریسته می گفت: چی خیال کردید؟ غافلگیر کردید؟ سامولات های ما را در ایروپورت ها ترکاندید و سوزاندید. اینک جوابش را بگیرید. و جنگ بزرگ وطنی در سالهای 1941 1945 در رفت محاربه ها به جنگ جهانی تبدیل یافت. 61 دولت را فرا گرفت و 1418 روز و شب دوام کرد که 1320 شبانه روزش جنگ بی تنفس بود. همه این مدت صدای تیر و توپ و کفیدن مینه و ترکیدن بمب خاموش نشد و در هر یک شبانه روز از هر دو طرف فقط از فرزند انسان 14,500 نفر جاندار بی جان می شد و 110 میلیون آدم شنیل پوشید و سلاح به دست گرفت. و اهالی SSSR 194 میلیون بود که اگر کودکان و گریزگان و خائنان را استثنا بکنیم دیگر همه یا در میدان حرب جنگ رویارو می کردند و یا برای تامین فرانت زحمت می کشیدند. این جنگ عمومی خلقی بود. خرد و کلان در صف پیش و در عقبگاه دشمن به حفظ وطن برخیستند
و در سال دوم جنگ یگان اسکر از سنگری گرفتهش یک قدم عقب نگشت و در کار صحرا و زواد و فابریک یک نفر عقب مانده نبود و اسکر بچه با سر سینه‌اش دهان امبرازور را بست و لیوچیک سملات سوخته را ترک نکرد، بلکه برای استحکام دشمن فرود آورد که وی هم بسوزد و پارتیزان در عقبگاه دشمن راههای ماشینگرد، راههای آهن و ایروپورت ها را ویران کرد و انبارهای سلاح و غله را سوزاند و پلهای دراز و کوتاه را ترک کردند و آن سالهای جنگ سپاه و سلاح و سخن و قلم یک وظیفه و یک خل قدرت و یک خل تأثیر داشت و شاعر تاجیک لباس سپاهی پوشید و سلاح گرفت و دعوت کرد. وقتی آن است ای قلم برنده تر گردی ز تیغ، وقتی آن است ای سخن غرنده تر گردی ز برق. و تیغ برنده و سخن غرنده سوسیالیسم و امیدی به روزگار کمونیسم رسیدن غالب آمد و ترغیبات فاشیستی که نیمیس‌ها از نژاد پاک هستند و دیگر نژادها برای خدمت کردن به آنها آفریده شدند و زمینهای خوشاب و هوا را باید خالی بکنند که لایقشان نیست و این امر تاریخ است و ناگزیر همین خیل شدنش در کار. و این غلبه به خلقای اتحاد شوروی بغایت گران افتاد. فاشیستان 1710 شهر کلان و خرد، زیاد از 70,000 دیهه و دیهچه و 6 میلیون خانه و در را سوختند و به زمین هموار کردند و 25 میلیون عائله بی سرپناه ماند و 32,000 فابریک و زواد 65,000 کیلومتر راه آهن را شکستند و ویران و ولنگار کردند و 98,000 کلخوز، 1876 سوخوز، 2890 باششگاه ماشین و تراکتور را خراب و تلف و تاراج کردند و 7 میلیون اسب، 17 میلیون گاو، چندین میلیون مرغ و خرگوش را کشتند و خوردند و به گرمانیا بردند و SSSR در این جنگ 27 میلیون آدم تلف داد که 23,000 نفرش از تاجیکستان بود. 23,000 جنگاور تاجیک و همه آنها جوانان 18 ساله و مردانی تا 40 ساله بودند و لیتنانت کلان خالمراد عزیز مرادوف یک نفری از آنهاست که با 7 ارتلریستش در ولخوف در بلندی بینام تا آخرین گلوله و تیر و گرانتشان و تا آخرین نفسشان جنگیدند و تسلیم نشدند و مؤلف نامدار نقشه بربروس که در مدت 5-6 ماه تارمار شدن SSSR و از روی جهان برهم خوردن غایه کمونیسم را پیشگویی کرده بود، در نیورنبرگ در مرافعه بین خلقی بر علیه جنایتکاران حربی ویرماخت فیلدمارشال پاولیوس در سال 1946 از منبر اقرار شد: علم حربی شوروی از علم حربی ما تا اندازه بهتر بوده است که من به گمان است در مکتب ابتدایی حربی روسا درس داده می توانستم. مثال روشنش محاربه در ولگا که من اسیر افتادم و این همه جنابانی که در اینجا در کرسی های جنایتکاران نشستند و سیاستمداران و حربی شناسان لندن و واشنگتن و پاریس که از تحت دل زوال SSSR و ترتیب حیات کمونیستی را می خواستند، ولی از ترس تصرف فاشیستی در سالهای آخری جنگ طرف دولت شوروی را گرفتند. بعد غلبه به اندیشه و تهلکه افتادند. برلین ابرقدرت شکست خورد و مسکو کم قوت غالب برآمد. چرا؟ می بایست هر دو طرف خراب و ابگار می شدند و ابرقدرتی به دست لندن می گذشت، اما
کارها همش چپه گشت. شوروی کم قوت و وبای عصر 20 کمونیسم عالمسوز عالمگیر شد. آخر امید این چنین نبود. فاشیست‌ها فقط از 11 دولتی که ضبط کردند برای 150 دیویزی تکنیکی حربی غنیمت گرفتند. سپاه و سلاح خود نیمیس‌ها از سپاه و سلاح شوروی به مراتب برتری داشت. عسکر و افسرش قریب 2 برابر و تانکایش 1.5 برابر و سمالیات‌های نوبرآمد حربیش 3.5 برابر زیاد بود. بوجد این همه قوه آتشفشان و ترکنده و سوزنده باز غالب آمده نتوانست. به خاک یکسان شد معما. شما گفتار 30 را از رمانی تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان عزت الله جا محمد، صدا بردار خان بیبی ایرگاش، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.